ایلان ماسک و دموکراسی رو به زوال. دوستان گرامی، درود بر شما. ایلان ماسک که با 10 تا همچو او به آدمیت و آینده او امیدوارتر می شود بود یا می شد بود، آینده ایالات متحده را در صورت انتخاب زوج کامالا هریس و تیم والز تیر و تار و دموکراسی را در این کشور رو به زوال می بیند. و با یک حساب سرانگشتی توضیح می دهد. اگر از هر 20 نفر مهاجر غیرقانونی سالیانه 1 نفر به صورت شهروندی درآید با داشتن حق رأی، کاری که دموکرات‌ها با سرعتی اجاب آور در صدد عملی کردن آن هستند، ظرف 4 سال 2 میلیون رأی دهنده خواهند داشت. 2 میلیون. چرا؟ چون در ایالات که گاه به جمهوری خواه رأی میدهند گاه به دموکرات، مثل پنسیلوانیا، اوهایو، ویسکانسین و آریزونا، به طور معمول سرنوشت انتخاب ریاست جمهوری با کمتر از 20,000 رأی تعیین می شود. کمتر از 20,000 رأی. به این ترتیب در صورت به ثمر رسیدن نقش دموکرات ها در حفظ سیاست مرزهای بی‌در و پیکر به سوی مهاجران غیرقانونی، دیگر ایالت بی‌طرفی مثل اوهایو و چند تای دیگر باقی نخواهد ماند تا احتمال انتخاب یک رئیس جمهور غیر دموکرات باقی بماند. از طرف دیگر درست برای سرعت بخشیدن به چنین شرایطی است که دولت بایدن هریس متقاضیان پناهندگی سیاسی را بارها با هواپیما به این ایالات رسانده و پیاده کردند. چرا؟ تا در آینده نزدیک نتیجه هر انتخاباتی در این ایالات یکسویه و فقط به سوی حزب دموکرات بیانجامد. و این یعنی درست روشی برای ایجاد حکومتی تک حزبی مثل چین. پیروزی مداوم تک حزبی هم یعنی پایان دموکراسی در هر کشور. دقیقاً چنین شرایطی هم اکنون در کالیفرنیا ایجاد شده است. به دنبال دادن حق رأی به مهاجران و ساکنان غیرقانونی از سال 1986 به این طرف کالیفرنیا بدل شده است به ایالتی تک حزبی. البته تنها موردی که ایالت کالیفرنیا را باز داشته از رسیدن به مرحله دیکتاتوری تمامیت خواه سوسیالیستی این است که هر شهروند حقیقی یا حقوقی می تواند به ایالتی دیگر کوچ کند و هنوز آمریکایی باقی بماند. اما در شرایطی که تمام آمریکا مثل کالیفرنیا به صورت تک حزبی اداره شود، دیگر به کجا میتوان رفت متفاوت با کالیفرنیا؟ همه جای این کشور به کابوسی بدل خواهد شد که ساکنان سان فرانسیسکو دچار آن هستند. البته کلمه کابوس را خودم اضافه کردم به پاراگراف آخر حرفهای ایلان ماسک، چون اخیراً از دوستی که به تازگی از سان فرانسیسکو دیدن کرده بود آن را شنیده بودم. به تعبیر او اگر پیشبینی اسفبار ایلان ماسک تحقق پیدا کند، در مرکز هر شهری در آمریکا به تفرج یا اثر نیاز قدم بگذاری باید مراقب باشی پا بر کثافات ننهاده باشی، مثل پیاده‌روهای دانتان سان فرانسیسکو. و اضافه میکرد گذشت آن زمانی که مسافران برای جا گذاشتن قلبشان میرفتند به سان فرانسیسکو. San Francisco,